چیکار پای؟ идгардак اومدن. ایدینا مبارک مکوتون قطورک. میمونه نخلان روز شوا. سلام جراجانی عزیز مهربانی ما. شما ایکم کادر فهمیدین که گپ درباره چی میروه؟ کنیش نشه؟ ایدگردک. خوش که باشد سر کردیم. ایدگردک دوره های ما از امروز خیلی فرق داشت. در دوره ما ایدگردک یک هفته پیش سر میشد. کارو چی گوش کنین؟ انا این خرطه قشلو. انا این باشه کچه‌های نو. برای همه را گشتن سحر ساعت 5 ایخونه باید برویم. فهمیدین؟ فهمیدیم. در دوره ما هر نمود سمکه و قبچه ایدگردک نبود. تنها پاکت شیواکی، پاکت تنگین، کراییم سلوچ سلافانی شکرگیری میگرفتیم. از سببی که در هر یک خونه 6-7 کودک بود، یک پاکت اوچم 6 تقسیم میکرد به هم من خالتا میداد. ای همه تیمای زوری ایدگردک این بود که لباسی نبود میخریدن. اینه که لباسات در گپ نیست. میدانم مایرا در ایدگردک میپوشم. 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 آها ما دیدش دیگر در ایدم نپوشش میشوه. مایرا در ایدگردک میپوشم. نکردک خشورو ای کجا خریدی؟ ای مغازه آیشه. از مغازه آیشه تو میتوانی برای خواهر، برای اپا، برای ینگه، برای ماما، مخصوصا برای مادر لباس های گوناگونی میلی بخری. در این مغازه انتخاب بسیار است. تراغه بازار کاروان دروازه یکم قطار 4 از طرف پژارکه. مغازه آیشه 29. اما وقت کاروان رفتن ندارم. هیچ گپ نه. تو میتونی با رقم های 901 17 09 زنگ زنی. آنها به در خانه اتان آوردن میرسونند. مغازه آیشه انتخاب حد و کنار ندارد. خوش که باشد دوام دادیم. توی اومدن ما هر روز 100 بار لباس من میپوشیدم و بدر میکردم. شب خواب نرفته پلان موجه تیار بود. گهر سحر میخیزم، لباسم میپوشم، بعد ای خانه شوریشون ژواچکچینی را سر میکنم. تا نماز عید بود شدن ما باید خالتم پر کنم. در همون خانه که چیزی زور میدادن آنتنا تیزی بد کار میکردن. چیزی زور میدادن چی بود؟ پفک، خروزک، چارمغز، تخم اوپاس، ای هم از نامینیتش تنگای 5 درامه. بچه ها بدایم نو خونه دا تعدیرامه دادیسن. سریوس نه؟ انا بعد ایدگردک تمام میشید قماربازی سر میشد. ما چمق بازی میکردیم، تخم جنگ میکردیم، ژواچکامونو با چارمغز و تخم ایواز میکردیم. بعد با بایشون داده فیسامون کشا با خلطه خولی با خونه بر میگشتیم. انا بعد کینو سر میشد. بچه چی گپ شد؟ خلطت کنی؟ شوریک چون خالتا من گرفتن. بعد چت ای دستت گرفته پیش اوچه شوریک میبردد. ای دستهاشو الان نخوا همه ژواچکاشم بگیرین. مایل ژواچکا خالتاش هم گرفتن. حالی همسایه ای بود چوه اوتش بگه بیایم من قوری را میکنم. انا همین خیلی بیاری اوچم همه چیزای بایدادگی من میگرفتم و یک هفته دیگر ای کوچه شوریکشون دور میگشتم. برای ما ایدگردک این فقط عید نیست. این روزی است که باز خود را کودک حس میکنی، دل پر از شادی میشود و باور میکنی که امروز همه چیز ممکن است. رحمتی کلام برای تماشای جراجان. امیدوارم کمی هم باشد این فیلم تصویری شما را به کچه‌های کودکیاتون برد. با اون روزهایی که پاکت کلان بود، آرزوها باز هم کلانتر. اگر خواهش و امکان داشته باشید، میتوانید با قدر امکان کانال ما را دستگیری نمایید. این البته که مجبوری نیست، تنها از روی مهر. عیدتون مبارک دوستان عزیز. بگذار خانه‌تان پر از نور، دلتان پر از شادی باشد.